بانک ملی توجیکستان بالاروی قرب و همزمان کمچینی دلار در کشور نامور کرده. هفته اخیر قرب اسعار خارجی خصوصا دلار در بازار غیر رسمی بالا رفته، همچنین کمچینی آن به نظر می رسد. همکارم میرزا خالقزاد این موضوع را خوب می داند و قبل از برنامه من با او صحبت داشتم. نخست از او درباره 4 عامل پرسیدم که از نگاه بانک ملی باعث کمچینی و گرانی دلار شدند. سلام شالا. عامل اساسی را که بانک ملی به آن تاکید میکند حناتی است. مقامات بالاروی قرب دلار در بازار سیاه یعنی کاری حناتان دانستند و کمچین شدن آن را به افزایش واردات مال و تجارت و بیشتر شدن خراجات بودجه ربط دادند. همچنین بانک ملی میگوید افزایش سودای منفی سودای خارجی یعنی بیشتر شدن واردات به صادرات، افزایش فعالیت تجارتی و استحصالی در فصل بهار که آن هم طلبات به دلار را بیشتر میکند و بیشتر شدن خراجات بودجه برای ساختمان انشاءات استراتژیکی و پرداخت قرض دولتی باعث گرانی و کمچینی دلار شده‌اند. مقامات بانک ملی تاجیکستان در جواب به سوال رادیو آزادی در رابطه با وضع بازار ارز خارجی گفتند با استفاده از افزایش طلبات و ارز ناکافی خارجی برخی افراد در بازار غیر رسمی حناتی میکنند. این وضعیت باعث به وجود آمدن فاصله زیاد میان قرب رسمی با قرب بازار سیاه گشته است. تا 2 سال قبل بانک ملی با اشاره به صرافان میگفت که آنها حناتی میکنند و قرب را به طور سونی بالا میبرند، اما صرافی‌ها که حالا بستند، پس این حناتان کیستند؟ بله شهلا، با وجود آن که صرافی ها بسته هستند، یک بازار غیر رسمی خرید و فروش اسعار پنهانی عمل میکنند. سبب این را هم کارشناسان در آن میدانند که حالا فرق میان قرب رسمی و غیر رسمی خیلی زیاد شده است. برای مثال 100 دلار در بازار سیاه اگر 1000 سامانی باشد، در بازار یعنی که در بانک ملی یعنی در بانک های رسمی این به 943 سامانی برابر است. از این رو بسیاری ها به این بازار رو میارند. چندی از مسئولان بانک های تجارتی هم اعتراف کردند که وقتی آدمان با مقصد فروش دلار به بانک میآیند و قرب رسمی رو میفهمند، از فروش آن دست میکشند، چون میدانند در بیرون از بانک آن را بیشتر میتوانند یعنی که به نرخ قیمتتر به دست بیارند. مسئولان بانک ملی میگن برای جلوگیری از عملیات غیرقانونی با اسعار خارجی گروهی عبارت از کارمندان دادستانی کل و بانک ملی عمل میکند. میرزا خالقزاد بود که با ما از دوشنبه صحبت میکرد. در واقع بعضی از کارافتاده ها به رادیو آزادی گفتند که برای خریدن 100 یا 200 دلار از ساعت 2 شب در نقطه های تبادل اسعار نامنویس میکنند و ساعت های طولانی انتظار میمونند.